تا گشتم هم خیلی دیگر نرسیدم. آه نه نرس خوش تو نه همه را بکنم توش کنم. اما سلام علیکم دوستان عزیز نمون قدی حجه انشالله که بازی همه حجه رو منور میگیریم و پیشکشی شون میکنیم در حق همه این حجه ها دعا کنیم انشالله ما کوشش میکنیم که همه حجه در حق شما دعا کنیم بلند گفتم. بلند گفتم بلند. حجه قریب که همش یک سمالیات پورا از شهر یکتریمبورگ حجه یکتریمبورگ ایران مسکو توجیکستان همشون در آنجا جمع مرحمت همون ادون با گپ دارم مرحمت گپ اما شسیمت کنم полностью. Yo. بابا جون درش جون نه صورت میگه بعد دیسک می‌بینیم بعد تماشا می‌بینیم شما نصیب کرده باشو بعد یک 2 ساعت بعد باشو برگم میزنی نه بعد سپر کشید شگفت میزنم پالیو 2 ساعت بعد بیا ملوک گابزن کو یکم سبگو پایین بکو با هستیم الله تعالی خداوند همین روزی که به شما نصیب کرده بر هر یکی شما امروز تبریک میکنیم خداوند موفقتون گردونده به همین روز به شما مبارک باشه عمل دنبال جناب زندگی توجدیم همینجا رهبر همین گروه ما هست که ما در همینجا با یاردم همین برادر ما یاردمچی شدیم با این برادر نفرانی که کمک میخواهند ما البته کوشش میکنیم که با آنها کمک رسونیم زنده باشید سلام علیکم دوستان عزیز همه کسایی که شما دید با کانال ما اینا برادرانی که همراه ما سفر دارن انشالله که این بگاه همه یک جای در یک سمالیات خدا راضی باشه یک جا میریم و این پدر مادرها فرزنداشون خواهش کردن که همه پدرها را به نوار بگیریم و در یوتیوب مونیم که طول 14 روز اینها را نمیبینن یادشون میکنن سلام علیکم بابا جان یا دو ندادی همین غریبا را یا دو شانته در همین راه سفریم آمین سلامت باشین علیکم یک کم ترک نوار میگیریم برای یوتیوب چی میزنیم به روی حوزه اینا پافری حاضر دولتاری پروردگار هم را مراد و مقصود برسد و خانه خدا جواد کرده به پروردگار سفاره هم به خدا صاحب سلامت به تمام جایی که جواد کرده نصیب مردان جواد کنه ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رحمت حسن پروردگار بزرگ شکر میکنیم که همین نعمتاش که همین روزا به پروردگار باید لایق بوده الحمدلله شکر که خداوند یکی از بنده های بهترینش شماریده ما رو همین درگاه خودش لبیک بکنه سلامت باشین باشه الهی پروردگار در قطار ما کل مؤمنایی که نیت دارن خداوند خودش همین مکان خودش به نصیب کرد آمین سلامت باشین سلام سفرتون خیلی به خطر باشه برادران عزیز دعا میکنیم که خداوند به روز رسونده هزار مرتبه شکرانه خدا نصیب روزیمون کلاگه پروردگار الله مهربان حج همون قبول بگردونن با هم خیلی با کلی
اسلامی نصیب فرزیش بگردونم و شخصانی که نیستن در سفر آنها را خدا نصیب خانه کعبه نصیب کنه. آمین. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز خوش آمدید همتون به کانال ما در اینجا کانال سامبای تری یکتریمبور. امروز نواربرداری میکنه از شهر جده برای شما سفر بهترین سفر رو برای شما. سلام علیکم. و در این اتوبوس سلام علیکم. کیف حالک؟ This is your bus. Thank you. Today I will give you some video for our country. Okay? It's a good. Thank you very much. الله متعال از بالای 7 طبقه آسمان با خدیجه ابن خویلد جبریل رو میفرستاد و جبریل علیه السلام با محمد بشارت میدهد که الله متعال به خدیجه ابن خویلد سلام میگوید و از نام من هم به خدیجه ابن خویلد سلام ما رو برسان، یعنی هم از نام الله و هم از نام جبریل علیه السلام. و بعد چرونی داری بالاتر بیا جا